خرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی. سهم مهاجران در اقتصاد تاجیکستان، زحمتی که نادیده میگیرند. پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورموف هستم. مهاجران کاری تاجیک در سال 2023 جایگاه خود را به عنوان قشر فایده آور نگاه داشتند، اما این سهم بزرگی آنها به اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. چرا؟ امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از سالها در پیام خود به پارلمان روز 28 دکبر به موضوع مهاجران کاری پرداخت و گفته‌اش او به خوبی از وضع آنها آگاه است. نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزار. ما ننگ و ناموس داریم. من دیگر شدم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما راهبران از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. رحمان سبب مهاجرت گسترده تاجیکان را نگفت. رئیس جمهوری تاجیکستان با مشکل مهاجرت کمتر میپردازد. به همین دلیل است که اکثرا به نادیده گرفتن این قشر مهم جامعه تنقید می شود. پول مهاجران در سالهای گوناگون بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. در سال 2022 این نشان داد به 13 میلیارد دلار رسید. به باور اقتصاددانها پول مهاجران اقتصاد اکثر خانواده‌ها را در تاجیکستان گردان کرده، به رشد تجارت و نظام بانکی مساعدت می‌کند و مردم را از فقر شدید نجات می‌دهد. پیرو چهارشنبه فشار اقتصادی با تکیه به ارزیابی نهادهای مالی بین‌المللی میگوید مهاجران به کشور ارز خارجی یعنی روبل، دلار و یورو می‌فرستند که اکثر عظیم موازنت تجارت خارجی را می‌پوشاند. به گفته او واقعیت این است که ظرفیت صادراتی تاجیکستان 3 برابر کمتر از واردات است. هیچ منبع قابل توجه دیگری برای ورود ارز خارجی در کشور وجود ندارد و هیچ کس به پول تاجیکستان در خارج چیزی نخواهد داد. و افزود کاهش قابل توجه پول مهاجران باعث به کم شدن گردش بازار مصرف و درآمد مالیاتی به بودجه می‌گردد، در حالی که نزدیک به 70% بودجه تاجیکستان محض از طریق مالیات یا انداز تأمین می شود. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث مسکو و دوشنبه باقی می ماند. جانب تاجیکستان درباره بودن تقریباً 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خاک خود گزارش می دهد، اما مقامات در دوشنبه تنها به صدها هزار نفر اکتفا می کنند. در 6 ماه اول سال جاری 87,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند که تقریباً 13,000 بیشتر از سال گذشته است. به حساب میانه هر روز 500 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را میپذیرند. اما به گفته کارشناسان وضعیت قانونی مهاجران از جمله آنهایی که به شهروندی روسیه میرسند مثل احوال نیروی کاری صادر شده تغییر نمییابد. و گفته شورای اقتصادی نور سفارف در حال حاضر فوجی هموطنان ما هر روز وارد روسیه می شوند و اکثریت آنها قوه کاری غیر متخصص و بی مهارت می باشند. مقامات تاجیکستان با درک این مشکل در پشت پرده هنوز نتوانستند دورنمای منطقی و استفاده از منابع این نیروی کاری را در داخل و خارج کشور ایجاد کنند و ترجیح می دهند این مشکل 20 ساله را به حال خود گذارند. او باور دارد که انشاءات نوی انرژی که در تاجیکستان ساخته می شوند ممکن است به حل نسبی این مشکل کار کمک کند. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید برای اقتصاد سست و رشد نیافته کشور مهاجرت کاری به یک ساحه استراتژی تبدیل یافته است که در واقع چیز خوبی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد را می توان به معتاد مواد مخدر مانند کرد و نقش مواد مخدر را اینجا پول مهاجران اجرا می کند. اگر پول مهاجران نباشد اقتصاد فرو می ریزد، بی‌ثباتی اجتماعی شروع می شود. بی‌ثباتی اجتماعی به خود حکومت تهدید می کند. هیچ کس این را نمی خواهد و از این رو دولت تلاش می کند تا به نحو روند مهاجرت را مدیریت کند. نوشته است بر رادیوی آزادی کریم جان احمدوف.
از سال 2013 مقامات رسمی تاجیکستان نشر انتقال پول مهاجران را به کشور بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه می‌کردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمان‌های بین‌المللی در مدت کمتر از 1 ماه نشر می‌شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشورها مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیت مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدов این ویژگی نظام‌های اقتدارگرا با ساختار قبیله‌ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی تواند آنگونه که لازم است کار کند. به این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخش از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب به آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می‌دهد این است: در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدов. در راه هستید مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما، در وقت دلخواه و جای دلخواه.